با بچه بریم داخل برسیم به هنگام جون. من عاشق این قورباغه شدم، بخورمش یعنی دارم نمیدونیم چه ویوی داره آسانسورش. اومدیم غذا بخوریم، بچه ها اینجا رو دیدن دوست دارم بازی کنم. با من که میایم بیرون چایی در کار نیست، آوردم ولی خوب دیگه. با من قهوه نسکافه. نه دیگه همون دریا بریم ما شنا کنیم دیگه. ما با هم آبدنی عجب سیخایی. سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. همونطور که تو ولاگ قبلی گفتم، ما اون روز که رفتیم انزلی اصلا نشد که بچه ها بازی کنن و خیلی دیر شد، دیر راه افتادیم، تو ترافیک افتادیم و همونجا به بچه ها قول دادیم که حتما یه روز بریم دوباره دریا و حسابی بگردیم. امروز با هنگام جون خواهر آقا سعید با هم دیگه تصمیم گرفتیم که بچه ها رو ببریم دریا. هنگام جون از اونجایی که هم دختر خاله مادرم میشه، یه جوری دختر خاله خودم، ما هم سن و سالیم. بعد من و هنگامه تو 2 هفته فاصله زمانی با هم عروسی گرفتیم، با هم نامزد کردم. اونم عروس داییشه، منم که آقا سعید مثلا پسر خاله منه. 2 تامون ازدواج فامیلی داشتیم، همزمان با هم دیگه بچه دار شدیم. اهورا و علیرضا 1 سال اختلاف سنی دارن. بعد اهورا جون بزرگتر 1 سال خورده از علیرضا. بعد دیگه بچه نیاوردیم تا 2 تایی با هم دیگه بازم دوباره دختر دار شدیم. المیرا و آریسا 5 ماه اختلاف سنی دارن، هم سن و سال هم. خیلی دوستش دارم، خلاصه مثل خواهرمه یه جورایی. خیلی با هم همسفر شدیم و همسفر خیلی خوبیه و همیشه بهمون خوش میگذره. بریم که یه روز خیلی قشنگ و برای بچه‌مون خاطره بشه. این روز با من همراه باشین تا آخر این ولاگ. قراره بریم دریا. ممنون که مثل همیشه با لایک و کامنت از کانالم حمایت میکنید. مرسی از نگاه‌های قشنگتون، ممنون از همراهی سبزتون. همراه من باشید. ما رسیدیم انزلی، رسیدیم کاسپیان، منطقه آزاد. هنگام اینا یکم زودتر رسیدن دیگه. ما گفتیم شما برید داخل، رفتم اونا با بچه دور بزن تا ما بریم که بهشون برسیم. امروز هم هوا گرمه اینجا، خلاصه گرما رو دیدیم. ما امسال من عاشق گرمام، خیلی گرما رو دوست دارم، من عاشق نور خورشیدم. خلاصه امسال گرما رو ما دیدیم. عقب نشستن دیگه، الان میرسیم. اینجا رو نباید دور بزنیم؟ اینجا نه دیگه، یکم هم جلوتر. آره ما رسیدیم. آقا سعید رفت ماشین رو پارک کنه، ما با بچه ها بریم داخل برسیم به هنگام جون. ما رسیدیم به هم دیگه، بریم که با هم بگردیم، اینجوری بیشتر مزه میده. اوه چقدر این مغازه خوشبوه. به به جاتون خالی. نگاه جا من بودی. من که اصلا نه پاستیل دوست دارم نه. دوست داری؟ آره من اصلا دوست ندارم. آریسا پس به شما رفته، سعیدم دوست داره. شکلات خورا اینا. من میخوام بابا. نه چقدر قشنگن. فقط این قورباغه رو قورباغه رو من عاشق این قورباغه شدم. کلا رابطه عشقی باش برقرار کردم. روش گراش دارم. حالا نمیدونم بخورم یا نه. آه سعید یه خانمت عاشق شده. من بچه که ستاره با ششم آبی.
من عاشق این قورباغه شدم بخورمش، یعنی دارم نمیاد. از اون اول که رفتم تو مغازه فقط چشم اینو دید. دنبال اینا میگشتم برای روی میز 4 تا بگیرم. این سینی بزرگ 240 قیمت رو؟ آره. انقدر هممون گشنمون شده بریم ببینیم کجا میتونیم. بچه ها میگن که فست فود بخوریم، حالا بریم ببینیم که کجا رو پیدا میکنیم. بریم چه ویوی داره آسانسورش. اومدیم غذا بخوریم. بچه ها اینجا رو دیدن دوست دارم بازی کنم. آره بابا داره کارتو شارژ میکنه. ببینید چی برم غذا رو سفارش بدم. ما دیگه ناهار خوردیم، الان اومدیم بریم یه جایی زیرانداز بذاریم، یکم استراحت کنیم تا خورشید یکم بیاد پایین تر، بعد بچه ها برن تو آب بازی. خدا رو شکر هوا خنکه، اینجام که عالیه، کلی فضا داره برای نشستن. خب ما یه استراحت، با من که میایم بیرون چایی در کار نیست، آوردم ولی خوب دیگه با من قهوه نسکافه کاپوچینو یه ذره خنک بشه تا بریم. همه ولو شدیم دیگه، قابل پخش نیست. بعد یه استراحت یه آدامس خنک کننده بزنیم بریم دریا. آقایون رفتم با بچه ها، من و هنگامه حالا تصمیم گرفتیم که یا بریم دوباره برگردیم بریم خرید یا بریم دریا ببینیم چی میشه. حسابی استراحت کردیم دوباره شارژ شدیم. قشنگ اینجا همه ولو شدیم تو سایه. برای اولین بار بوده تو جمع و شلوغی و از آلمان اومدن؟ آره اومدن یه ذره پیش مادر بود. آره؟ عزیزم آریسا حسابی داری کیف میکنه. نه من نمیام، نه حوصله تمیزکاری بد دریا رو ندارم. همه ماشین و لباسامون میشه شن. میرم فردا استر. چقدر قشنگ. نگاه کنیم بادک رو نگاه کن چه چیزایی آویزون کرده بشه.
پله شده. نه دیگه همون دریا بریم ما چنا بریم دیگه. ما با هم آب دنیم. خوب انگاری که کاپشنا هم در اومدن. بنفشه چه خوش رنگه. 2 تا روان نویس گرفتم برای نوشتن هر روزم، برای دفتر شکرگزاری. ما برای بار دوم اومدیم بازار. بچه ها با باباهاشون کنار ساحل دارن بازی میکنن. ما دیگه گفتیم کسیب کاری نکنیم، اومدیم من و هنگام جون اومدیم 2 نفری بازار. اینجوری هم خیلی حال میداد. اگه سعید دادم ویدیو رو ببینه جات خالی. مرسی که بچه ها رو نگه داشتی سعید جان. اونا اومدن از آب بیرون، اعزام شدیم بریم برسیم بهشون. یه پیاده روی حسابی کردیم ولی ما دیگه از دریا اومدیم. دیگه ترافیک نگرفتم. اومدیم یه جا شام بخوریم. بچه ها نهار فست فود خوردن. من و آقا سعید فقط برنج خوردیم. الان هم تصمیم گرفتن که کباب بخورن. جای همگی خالی. اوه چه سیخایی. اسم اینجا چیه؟ دایی حسن. کبابی دایی حسن بعد از پلیسرا. تعریف کباباشو خیلی شنیدیم، فقط هم گوشت گوساله میده. ما اینجا منتظریم که کباب بیاد. دخترها حسابی خسته شدن ها. پسرها که دیگه حالا علیزا خان معرف حضور همه. نه اشکال نداره. به نوشابه قدیمی. من که نمیخورم نوشابه، مهم نیست. دیدی بازاریه؟ آره با هم. آیسا عجب سیخایی. چه سیخایی. من تا حالا همچین سیخای بلندی ندیده بودم. کبابی دایی حسن. بعد دایی حسن بعد از نه دایی حسن بود بعد از پلیسرا به سمت رشت. عالیه. خیلی شنیدم خوشمزه. خب ما رسیدیم خونه. الان دیگه 12 ساعته که ما بیرون بود. خیلی خوش گذشت. نتونستم خیلی زیاد ویدیو بگیرم. من کلا این مدلی هم که دوست ندارم حالا هی با ویدیو گرفتم بخوام به اطرافیانم حالا زور بگم یا اینکه مثلا حالا بهشون خوش نگذره. خوش گذشت. آره فقط میگم میشه بعد این یکی فیلم، یعنی این یکی فیلمو گرفتی اون ماسکه داداش نشون بدی انگار که قاتل سرشو کرده به دیوار گیر کرد. آریسا کنار ساحل دمپایشو گم کرد. من و هنگامی که تو مرکز خرید بودیم اومدیم دیدیم که آریسا دمپایشو گم کرده. منم برای اولین بار اصلا براش زاپاس چیزی نبرده بودم، یعنی همیشه یه دمپایی کفشی چیزی میذاشتم تو صندوق عقب. دیگه ما هم از مرکز خرید در اومده بودیم دیگه، خیلی سختمون شد دوباره برگردیم خرید کنیم.
یکم گریه کرد، ولی حالا بهش قول دادم که براش یه دمپایی خوشگل بخرم. آخرین دمپایی بود، یه دونه دمپایی صورتی برای سر گریه. آره، یه دونه دمپاییش هم برای سر جا گذاشته. ولی خیلی خوش گذشت واقعا. بیرون رفتن دست جمعی خیلی خوش میگذره دیگه. مردم لطف کردن، بچه‌ها رو بردن آب بازی و حسابی 2 ساعت تو آب بودن دیگه، خودشون در اومده بودن. ما خانوما 2 نفری رفتیم فقط چرخیدیم. خیلی خوب بود. مرسی از نگاه های قشنگتون. میگم من خیلی شاید ویدیوی من خیلی طولانی نبود، ولی خواستم این سفر یه روزمونو با شما به اشتراک بذارم. مرسی از نگاه های قشنگتون. ممنون که همیشه همراه من هستید و تا اینجای ولاگ نگاه کردید. جانم میدونی قاب عکس یعنی اون ماسک چیز داداشی نشون بدی؟ آره برو بیار نشون بدم. علیرضا یه ماسک خریده، حالا آریسا دوست داره که این ماسک رو شما هم ببینید دیگه. علیرضا بچه بود، ما همیشه میرفتیم کاسبی، هم میگفت که برام ماسک بخرید. همیشه یه ماسک میخرید، میرفتیم هر جا مسافرت. دوست داری؟ آریسا کن بپوشم ببینی. باشه بپوش ببینیم. من دیگه امروز قبل رفتن همه خونه رو تمیز کردم، همه کارا رو انجام دادم. الان فقط مونده که بچه ها همه برن دوش بگیرن. من فردا 6:30 صبح باید بیدار شم. من و آقا سعید دوباره باید بریم رشت. من نوبت دکتر پوست دارم دیگه. 45 روز شده دورم، باید فردا دوباره برم دکتر پوست. الانم دیگه خرید مریدا رو جابجا کنم. فقط فلاکس چای برده بودیم با میوه، اینا رو جابجا کنم دیگه، کاری نداشته باشم. بازم ممنون، ببخشید هی ولاگو هی قطع کردم هی اضافه شد. بازم ممنون از نگاه های قشنگتون. تا ولاگ بعدی خدا نگهدارتون باشه. شبتون بخیر.